Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракат. Саломи ман аз Маккаи Мукаррама, аз Арафоте ки мебинем ҳазрати Одам дар ин ҷо мақсад якум бори ки аз мегем биҳиш чӣ мекунанд. Хулас бародарои азиз, бародарои ғариб, бародарои Тоҷикистон, кадоме ки ҳаҷ умра омадан мехоҳем, чи аз Тоҷикистон бошад, чи аз Узбекистон бошад, чи аз Россия бошад, аз кадом давлати новобаста кадом давлати бошем, бародарои азиз, нами хориҷон ҳамин ҷо ҳастаед. Чанд рӯзе ки мо дар ин ҷо иншоалло агар мо бошем, чи падартон бошад, модаратон бошад, ки дар ин ҷо мо иншоалло ҳастем. баъде ки мо мерем бо иншоалло бо сафар дорем, худо хоҳад иншоалло бо сафар дорем. Чизе ки ай дасти меоям мо дар хизмат подписчикои бобои лангари салому алейкум. Боз ҳам як бор дига ай Макка худованд ҳамата ба дидори хонаи худо насиб бигардона. ба дили пир бо мегум номеро дар рӯи экран мондагӣ, фақат дар WhatsApp муроҷиат кунем бародарои азиз. Яшига ногуфта намода бародаро гастисо мо пешакӣ таъриф намекунем. Бисёр блогерҳо омадан ин хеле ун хеле ҳамин гуфти графо русо воздух гап зандар кунеса ҳамин средни нормальни гастисае ки иҷа ягон кас дамгирӣ намеояд, иҷа ҳама зиёрат меем. ҳамин шавта сар ки биё зиёрата бикӣ. аллоҳ ёр мададгортон боша. ватсапда муроҷиат кунед. Ами чихел кориҷон гуфти шароитои чи гастисаи сарфоиза фойтли ними чихел хонатон дар зиндагӣ ки ними хеле ҳастам ништага масалан ман омадам, ман розӣ, ман аз ами тоошо минадор розӣ ҳастам ки на гишнаем, на ташнаем, на чиё масалан хонаи Каъба, хонаи Худо наздик аст. Буфорат пиёда мерад, буфорат автобус қадим мерад. бовар кун биёед номераи чишам ватсапшам ҳатман айдон бо гап занем иншоалло подписчикои бобои лангари қариб 50% шумаро худо мешинасад. کردن در عمر یک بار این همه در عمر یک بار اندام میخواهدش ما در نمیت نمیشون نمی عرفات میشون عرفات ایرا برای چی عرفات میگن معنای کلمه عرفات یعنی عارفه یعنی شناسایی حضرت آدم و با محبا وقتی که از آسمان از زمین پرتاب شدن به خاطر همون چیز نافرمانی که الله را کردن از همون درختی که الله منشان کرده بود از همون درخت بودن وقتی که به زمین پرتاب شدن اونها را الله در مکان‌های مختلف تاریخ بعضی کتاب‌های تاریخ میگه یا چه در عرفات یا چه در همین مکه یا چه در عراق یا چه در عراق یا چه در هندوستان خلاصه در هر جایی که الله سبحانه و تعالی اونها را پرتاب چه بعد گذشته وقتی طولانی سال‌های طولانی یکدیگر را در همین مکان یافتند یعنی چندین سال‌ها از بین گذشت حضرت آدم قد می‌دونه 30 متر زیادتر بود بعد گذشتن میگیم که وقت‌های طولانی یکدیگر را در همین جا یافتند یعنی عرفات عارفه یعنی شناسایی میشن و در اینجا یکجا شدند سبب پرتافتنشون به زمین چی بود اینکه حضرت آدم و ماما حوا همون یک درختی که الله منع کرده بود به خاطر اینشون از همون خوردن حتی الله سبحانه و تعالی به حضرت آدم و ماما حوا گفته بود که از همین درخت نخورید و بدانید که شیطان دشمن آشکارای شما هست یعنی شما آشکارا میدانید که دیدید شاهد بودید که شیطان چیکار کرد شما را سجده نکرد و قسم خورد که تا روز قیامت از پی گمراه کردن آدم و فرزندان آدم خواهم بود پس از این دشمنتان گفت حذر کنید این الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا میگه که این شیطان دشمن شما هست و از دشمنتان دوری بجوید احتیاط کنید ولی شیطان راههای گمراه کردن آدم یا اول در چیکار کرد گفت که شما اگر از همین درخت بخورید تبدیل به ملائکه میشین و همیشه در بهشت میمونید و آدم و ماما حوا از او بیزاری میکردن میگفتن این دشمن آشکارای ما است از او دوری میکردن و بالاخره دید که نمیشود یک روز گریه کرد شیطان همین خیل آواز گریه کرد همین خیل رنگ سگ باره بلوچه کشید و حضرت آدم و ماما حوا گفتن چرا گریه میکنن گفت که وای بر انسان اینقدر چهره های زیبا اینقدر اندام زیبا ولی شما باز همین جسد زیباتان میپوسد این نابود میشود و نمیخواهید در بهشت همیشه باشین از همین درخت بخورید شما تبدیل به دو ملائکه میشین و همیشه در بهشت میمونید و حضرت آدم و ماما حوا باز هم از اون بیزاری کردن و بالاخره آمد رگ اساسی انسان یا گفت قسم به عظمت الله میکنم قسم میکنم به عظمت الله اگر شما از همین درخت بخورید تبدیل به دو ملائکه میشید و بالاخره حضرت آدم و ماما حوا از اون درخت خوردن اول حضرت ماما حوا گفت که روایت تاریخی هست اینجا این که خوردن آیه قرآن هست
یعنی سخن الله هست و اینکه حوال حضرت امام حوا که بیا ما میخرم این قصه تاریخی است. حضرت امام حوا گفت بیا اول من میخرم، اگر من هیچ چیز نشیدم گفت بچه بخور. وقتی که حضرت امام حوا خورد چیزی نشد و حضرت آدم که خورد لباس های همش از تنشون افتادن، شرمنده شدن، در اهل آسمان میخواستن خودشون در هر جا پناه کنند، هیچ درختی به اونها برگ نمیداد، شرمنده شدن. برای همین الله سبحانه و تعالی میفرماید یا بنی آدم انزلنا علیکم لباسا یواری سوءتکم و ریشا و لباس تقوا ذلک خیر. ای فرزندان آدم، من لباس برای شما آفریدم که شما را زیبا میگیرد و شما را عورت شما را میپوشاند و شما را زیبا میگیرد، ولی چه لباس تقوا و پرهیزگاری از همه ده بهتر است. حضرت آدم و امام حوا ترک تقوا کردند، چون لباسهاشون افتی شرمنده شدند. برای همه انسانی بی تقوا، انسانی بی که از خدا نمیترسیدگی را لباس هیچ فایده ندارد. همیشه در لباس هم الله شرمنده شد. و با روایت تاریخ تبری که حضرت آدم و امام حوا در همین جا زندگی کردند و صاحب 20 تا دیگونه کردند. بله بعضی تاریخ ها میگن 21 تا، بعضی 23 تا، بعضی 29 تا میگن دیگونه صاحب فرزند شدند. یعنی زیاده از 40 تا فرزند در همین جا بدین آوردند، در همین جا زندگی کردند. زیاده از 40 فرزند و یکی از فرزنداش این پیامبر الله هست، حضرت شیس علیه السلام. این فرزند خود حضرت آدم هست، از همین امام حوا. های فهمیدید چی مکان است؟ انا وزیر نو تخرات جوی سام. همون سانگا مردم مچک میکنه و چه میکند شرک است. همون دست نرسید. عموما همون دست نرسید. باز خواهی میبریم در اینجا عصر هم شیدم. نماز عصر میخونیم جماعت شدیم. خیلی خود مونده حضرت مثال از سعدی میگن، حافظ میگن، حضرت ابو علی سینو میگن، حضرت عبدالرحمن جامی میگن. یا همه خیلی بزرگان و صالحین گذشته شما چیکار میکردن؟ یا سنگ میتراشیدن، نام همو را میموندنش، او را سجده میکردن. و این چیزا بدونید چگونه که خودمون هم خیلی مقبره درست کردگیم، رفته عبادتگاه درست کردگیم، همه چیزها هم تماما حرام است، نادرست است. حرام و نادرست است. دیگر جوش هست بگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی گفتن که هر قبرستانی که از همه 4 انگشت خاک زیادتر است برین چپش کنید. هر قبرستانی که از 4 انگشت خاک زیادتر است برین چپش کنید. این فتنه بزرگ میاره. فردا مردم ایرا عبادتگاه قرار میده، ایرا مزار میکنن، ایرا میان برای فرزند، برای کودک، برای جسم ای طلب میکنن و انسان مشرک میشوند و الله شرک میاره. این چیزا وقتش بود برای شما گفتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم میفهموند که ای مردم، این سنگ نه شما را شفا میکنه، نه شما را بیمار میکنه، نه برای شما رزق میکنه، نه شما را بای میکنه، نه فقط هیچ فایده و ضرر به شما نمیرسه. یه جسم بیجان هست. مردم قریش چی میگفتن؟ ما پدرامون به همین یافتیم، پدرای ما به شما را گمراه بود. برای آنها سخت میرسید که پدرای آنها گمراه گفته شود، پدرای آنها مشرک گفته شود. و انسان هایی که اهل خیرات بودند، عقل سالم داشتند، انسان هایی که غرور و تکبر نداشتند، این سخن ها برای آنها تاثیر میکرد و دین اسلام را قبول میکردند. چگونه دین اسلام را قبول نکنی که در حالی که خدا به سوی عبادت خالق خود، آن الله که خدا آفرید، برای تو رزق روزی داد، برای تو آسمان خلق کرد، زمین خلق کرد، آفتاب و ماهتاب و ستارگان خلق کرد، برای تو در یک سال دنیا را 4 بار تغییر میدهد. 4 فصل هست، 4 بار تغییر میدهد دنیا را. برای تو از آسمان باران میباراند، برف میباراند، شعله میباراند. برای تو از زمین ها رفتنی ها را میرویاند، درختان، میوگان، سبزوات، هر چیزی که تو بخوای برای تو از زمین میرویاند. چگونه او را سجده نکنید؟ چگونه شما در برابر او بجای او الله یک چوب بیجان، یک سنگ بیجان سجده نکنید؟ و بسیاری از انسان ها ایمان می آوردند، چون که عقل سالم درها قبول میکنند. و انسان هایی که تکبر بودند به مانند ابوجهل، امیه بن خلف، عتبه، ولید بن ولید، مغیره و دیگر دشمنانی که بودند، مشرکای بدبخت دیگه که سردارای قوم بودند، آنها چیکار میکردند؟ آنها بجایی که ایمان هم نمی آوردند، مردم از ایمان آوردن منع میکردند و دشمنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردند. اساس دشمنیشان چی بود؟ اینکه دین پدرای ما را تو تحقیر میکنی و
دیگه میگه که دشمنی چی بود؟ میگو که وقتی که ما مسلمان شیم، وقتی ما اسلام را قبول کنیم، ما و همه زنان هر دومان در یک طبق بشینیم، یا انسان سیاه‌پوست یا انسان کمبغل گفت همه ما میایم در یک طبق بشینیم. یعنی کبر و غرور داشتن، تکبر داشتن. و بالاخره چیکار کردن؟ تصمیم گرفتن که باید محمد کشته شود. از همینجا برآمدن هجرت کردن. 1447 سال شد گذشته. 1447 سال. اگر این بود همون مکانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ظلم مشرکین پناه بردن و این روز مردم نمیان زیارت میکنند. های باقیش ان شاء الله با در راه بیان میکنیم.